بسم الله الرحمن الرحیم. حکم روزه کسی که با مال حرام افطار میکند. با مال حرام روزه افطار میکنه، با خرمای حرام روزه افطار میکنه، با آب دزدیدگی روزه افطار میکنه، با پول نوتبانک سودی روزه افطار میکنه. آیا میشه؟ نمیشه. شخصی که از بانک سود میگیرد، در خورد و نوش خود از حرام اجتناب نمی کند، اگر این آدم روزیش با همچون رزق حرام افطار کنه قبول هست یا نیست؟ این سوالی است. علما فرموده روزه و عبادت شخص سودخور، روزه و عبادت دیگه، یا روزش یا عبادت دیگری که یک شخص سودخور و حرامخور و قمارباز اگر اجتناب نمیکنه، با حرام روزه افطار میکنه، با حرام روزه خود میده میکنه، در بارگاه پروردگار قبول نخواهد شد. روزش قبول نیست، روزه نشده، روزه را الله ثواب نمیده. چرا؟ الله متعال عمومی کسانی که عبادت میکنه او را گفته که حرام نخورین، از حرام اجتناب کنین. روزه هم یک جمله بزرگترین عبادت است. افطار کردن با مال سود و حرام مانع قبولیت عبادت میگردد. از صبح صادق تو که گرسنه ماندی بیگایی که به نان حرام ایره افطار کرده، هیچ ثواب الله برات نمیده. اما ثوابی که الله به روزه دار میده که خوشبوی دهنش از مسک بالاتر ارزش داره، دروازه های جنت برویش باز هست، امی ثواب ها را الله متعال اگر به رزق حرام روزه باز کردی الله برات عبادت قبول نمیکنه. چرا؟ علیه السلام گفته 4 کس به گونه هستند که خدا متعال اونها را داخل بهشت نمیگردند. 4 کس الله خداوند در بهشت داخل نمیکنه. او 4 کس کیست؟ کسی که عادت شراب خوری دائمی داره، همیشه شراب میده، شراب خور الله به جنت داخل نمیکنه. دوم سودخور، سود حرام است، نه؟ شراب حرام است، این دو حرام خور. سوم کسی که مال یتیم را میخوره، مال یتیم صغیر در خانه هست، کاکا مال یتیم را میخوره، ماما مال یتیم میخوره، الله را به جنت داخل نمیکنه. چهارمش کسی که نافرمانی پدر و مادر خدا میکنه، پدر و مادر الله به جنت نمیبره. یعنی در این جمله تقریبا 3 از این تعلق به خوردنی داره: شراب خور، سود خور، مال یتیم خور. این امیر الله رسول السلام با زبانش به ما بیان شده که جنت وارد نمیکنه. چهارمش کسی که پدر آزار و مادر آزار است. پس وقتی که اینجا علیه السلام فرموده که سودخور الله به جنت نمیبره، آدم خو فضل و کرم الله میسر میشه، آدم مراتب جنت میگیری. کسی که ثواب عبادتش به حرام خوری از بین رفته بوده باشه، اینجا تشدید کرده که وارد جنت نمیشه. البته این کسی است که بگه شراب حلال است، پدر آزاری حلال است، مال یتیم خوردن حلال است، سود خوردن حلال است، کافر میشه. کافر الله جنت نمیبره. اگر این بگه که نه حرام است میخورم، عقیده به حلال بودنش نداشته باشه، لیکن بازم خورده باشه، اول مرتبه الله به جنت نمیبره و خوب شست و شو کرده جزایش میده، بعدا میکشه. یعنی کسی که روزه را به نان حرام افطار کنه ثواب نداره، روزش پاداشت الله برش نصیب نمیگردانه. این یک مسئله. مسئله دیگری، آیا چکاندن در ثبت میکنی؟ آیا چکاندن دوا در چشم روزه را فاسد میکنه؟ یعنی در چشم دوا میچکانی، مریض میشی در رمضان مبارک، آیا روزه میده میشه میشکنه یا نه؟ قطره و یا کدام دوایی که یا قطره کنم هر دوایی که است در چشم چکانده شود روزه نمیشکنه. چکک چشم روزه را میده نمیکنه. اگر چه تلخیش هم در دهنت بیاید تفکوسو هیچ مشکل نداره، روزه با چکک چشم میده نمیشه. یک. اما اگر به گوش چکانده شود، دوای درد گوش، چکک گوش روزه میشکنه. چکک گوش روزه را میشکناند. چرا این سوراخ از این راستن در میده میرسه. چکک گوش روزه را میده میکنه، چکک چشم روزه را، چکک گوش روزه را میده میکنه، چکک چشم روزه را میده نمیکنه. اگرچه بعض تحقیقات جدید ثابت کرده، گفته احتیاط شود بهتر است، احتیاط شود بهتر است. متوجه هستین؟ دوم، سرمه هم روزه را میده نمیکنه، سرمه هم روزه را میده نمیکنه. این دو مسئله. سوم مسئله، بعضی برادرها یک تکلیف داره، او تکلیف نامش بواسیر میگیم، نمیشه شما تکلیف بواسیر، خصوصا در مقعد
زیاد و بلازده هسته، بعضی تکلیف داره. آیا در ماه رمضان مبارک آدمی که تکلیف بواسیر داره از طریق مقعد و شرمگاه اگر اونجا دوا استعمال کنه روزی این آدم میده میشه یا باقی است؟ جواب: روزه به خارج بدن اگر استعمال شود گنجایش داره مشکل، چون همین دوا اگر بیرونی اما سوراخ مقعد استعمال شود هیچ مشکل نداره و ناقض روزه نمی باشه. اگر مرهم و یا کدام دوای دیگر که داخل مقعد گذاشته شود روزه را فاسد میکنه، روزه را فاسد میگرده. این بواسیر کسی تکلیف داره اگر در بیرون خارج اگر مرهم و دوا میچکانه روزه میده نمیشه. اگر در سوراخ مقعد در اون نزدیک اونجا اگر دوا اگر قطره اگر مرهم میگذارن روزش فاسد میشه، روزه را از بین میبره. الفقه الاسلامی و ادلته جلد 2 را نقل کرده است. چند مسئله شد؟ 3 شد. 4. حکم معاینه اندوسکوپی در حالت روزه. یک کسی معده درد است، یک پایپ از دهن انداخته میشه، اندوسکوپی نام داره. در معده میره، کدام شستشوی داره، کدام هر برنامه که داره اون طرفش دکتر میخونه. اینمو پایپ اندوسکوپی نام داره. آدمی روزه دار پایپ در دهن بیاندازه آیا روزش معده میشه یا نمیشه؟ این سوال است. اگر معاینه کردن از طریق اندوسکوپی پایپ و آله اندوسکوپی والا اگر در داخل انداخته میشه دوا نداشته باشد روزه میده نمیشه. اما پایپی که از طریق دهن است، از هر طریق اکثرش از دهن است. پایپ اندوسکوپی از اگر دهن انداخته شود این پایپ دوا آلوده نباشد، به دوا تر نشده باشد، دوا را دی نزده باشد روزه را میده نمیکنه. مثل که یک تار بجایی در داخل بجایی پس تو کش کنی تاری که این چیز نداشته باشه، یک رسمان یک رشته را. اندوسکوپی را علما اینجا گفته مثل امو از گفته فی من ابتلع لحما مربوطا علی خیط ثم انتزعه من ساعته انه لا یفسدو. مثل گفته یک تار خیاطی باریست. یعنی پایپ اندوسکوپی اگر دوا نداشته باشد روزه میده نمیشه، روزه فاسد نمیشه. خلاصه گپ اینمی، روزه فاسد نمیشه. 4 یا 5 مسئله شد. چکاندن دوا یا مایعات در شرمگاه سیاسرای روزدار. یکم سیاسرا اگر سوزا کم شود، یکم تکلیف سیاسری پیدا شود، باز به او دوا استنجا یک مایعات را اونجا چرب میکنه. آیا روزی امی سیاسر میده میشه نمیشه؟ استفاده دوا در مقعد و شرمگاه سیاسرایی که در مرض مبتلا در رمضان میده میشه نمیشه؟ چکاندن و قطره ریختن دوا در فرج و در شرمگاه زنا که در رحم اونجا کدام مشکلی پیش میشه میریزاند، این نوع علاج درست است، اما در حالت روزه باشد روزه میشکنه. تداوی درست است. اگر همیشه سر روزه دار باشه از طریق شرمگاه اگر دوا انداخته شود و چرب شود و شستشو شود روزش میده میشه. چرا؟ به خاطر که از مقعد منفذ و راه دارد، در معده روزه میده میشه. یک برادر این سوال از ما کرده بود: آیا استفاده اکسیژن در حالت روزه، این تو در دماغ اینجا بند میشه، اکسیژن که میگنی، آیا روزه را میده میکنه نمیکنه؟ خوش، علما گفته با فشار دادن اکسیژن در دهان روزه میشکنه، زیرا با هر بار فشار دادن تکمه اکسیژن چند میلی گرم دوا در مجرای نفس انسان داخل میشه. وقتی که داخل شد روزه میده. یعنی اکسیژنی که در دهن دوا را فشار میته داخل میکنه، روزه را اکسیژن فشار دادن میده میکنه. حکم کرم استعمال کردن در روزه، یعنی حکم کرم دندان در رمضان. کرم دندان نه در دهن مسواک باره میزنی، مسواک مشکل نداره. خب مسواک روزه را میده نمیکنه، چه تر باشه چه خشک باشه هیچ مشکل نداره، چه در تایم صبح چه در بیگاه در عصر هیچ مشکل نداره. کرم دندان چیست؟ در حالت روزه استعمال کرم دندان و یا دوای دیگری که تیز جوهر داره. کرم دندان مجموعش جوهر داره، جوهر میگن جوهر میگن هر چی میگن داره نه. اگر دوای تیز و جوهردار بوده باشد به دندان زده شود مکروه است. گفته اکثر علمای عصر الا ان استعماله بدون حاجت شدیدتون مکروه، شدید مکروه شمرده. بعضی گفته که مکروه تنزیها،
ولا یفسد به صوم، یعنی ثواب روزه را کم میکنه. استعمال کریم دندان، خمیر دندان میگه چی میگین، روزه را مکروه میکنه، ثوابش کم میکنه. مسواک مشکل نداره، کریم دندان در رمضان نزنین، اجتناب کنین. شام که بخیر روزه را افطار کردین باز بدن دندان تا میزنین. هر کسی که به شد مرد بیان میکنه کریم دندان هیچ مشکل نداره، بیای من کتاب دارم، او هم کتاب بکشه که از کجا گفته، فتاوای سراجیه نقل کرده، فقه اسلامی و ادلته نقل کرده، گفته مکروه است، خوب نیست، زشت است استعمالش.